شهری اسفره. شهری اسفره یکی از مکان‌های سیاحی و تاریخی به حساب می‌رود. این شهر به قطار نخست شهرهای آسیای مرکزی داخل می‌شود. شهری اسفره یکی از شهرهای صنعتی جمهوری تاجیکستان بوده در ولایت سوغد جای دارد. بنابر نوشته طبری این مکان این نام را در عصر 10 گرفته است. در کتاب بابرنامه نیز پیرامون این شهر معلومات داده شده است. معنایش همچون مکان دلکش و زیبا آورده شده است. شهری اسفره یکی از شهرهای نسبتاً کلان در ولایت سوغد است. از شهر اسفره تا مرکز ولایت سوغد شهر خوجند 108 کیلومتر است. از شهر اسفره تا دوشنبه باشد 410 کیلومتر را در بر میگیرد. اسفره در دامنه کوهسار ترکستان و در وادی فرغانه جای دارد. اسفره در شمال با فرغانه ازبکستان، در شرق و جنوب با ولایت بادکند قرقیزستان و در غرب با شهر کونیبادام هممرز است. در قلمرو شهر 79 یادگاری خصوصیت تاریخی داشته جای دارند. سالهای 1951 1953 لیتوینسکی در این شهر کارهای باستانی گذرانیده است. مأخذهای تاریخی نشان می‌دهند که تا میلاد اسفره به دولت دوان تابع بوده است. از قلمرو اسفره گورستان‌های یافت شدند که آن گورستان‌های سکایی ها بوده است. کلالگری یکی از مشغولیت‌های قدیمی این خلق بوده است. داویدوویچ لیتوینسکی ولادیمیر رانوف در عصر گذشته در این مکان تحقیقات‌های باستانشناسی گذرانیدند. نام اسفره و یا واروخ از نام‌های قدیمی فارسی بودند، یعنی فارسی قدیمه. عقیده دیگری هم هست که کلمه واروخ از کلمه سوغدی گرفته شده ور معنای قلعه و یا دیژ را دارد. برخی ها میگویند که کلمه واروخ صاف کلمه فارسی تاجیکی بوده معنای روح باز را دارد. از خود واروخ 3 گورستان پیدا شده است که متعلق به عصرهای 1 و 3 است. یکی از یادگاری های شناخته این شهر حضرت شاه در چارکوه می باشد. در گذر نوگیلیم یادگاری معماری عصر 17 با نام مدرسه عبدالله خان جای دارد. لنگر ماهیان، قلعه سرخ و قلعه کافر از زمره این یادگاری ها در این شهر قدیمی اند. مدرسه حضرت شاه در اسفره از زمان سامانیان است. محصولات کلالی کلالگران اسفره در خلافت عرب هم شهرت بی همتا داشت. مسئول دست کلالگران صاحب‌وفا در سالهای 40، 50، 60 و 70 قرن گذشته در نمایشگاه‌های بین المللی به نمایش گذاشته می‌شد. یادگاری‌های فرهنگ چوست از شهر اسفره نیز پیدا گردیدند. این فرهنگ یا این یادگاری از آخر عصر برنج است.